یک نفری که به استعمال وسایل نشادر میل پیدا میکند و یک نفری که به نشامندی میپیوندد و به بیماری نشامندی گرفتار میشود، تاثیر او نه تنها به اطرافیان، به اهل عائله، بلکه به تمام جامعه میرساند. زیرا یک نفر نشامند میتواند جنایت‌های گوناگون صادر کند. در حالت مدهوشی میتواند راننده مدهوش میتواند صدمه نقلیاتی صادر نموده چندین نفر را از حیات محروم سازد. مثال‌های زیاد بسیارند که متاسفانه شخصانی نشامند عائله‌های خود را از دست دادند. هزاران آرزو، امید و ارمان والدینشان را برباد دادند. زن و فرزند آنها در کوچه مانده است. واقعا استعمال و پنسازی وسایل نشادر این یک درد است، این یک مشکلات جامعه است. باید تمام قشرهای گوناگون جامعه در کنار کارمندان مقامات حفظ حقوق قرار گرفته با مقصد مبارزه بر ضد این ظهورات نامطلوب، با مقصد پیشگیری پهنشوی و استعمال وسایل نشادر، با مقصد تامین سالمی جامعه سهم خود را گذارند. یک نفر شخصی که به استعمال وسایل نشادر مشغول هست میتواند چندین نفر را، چندین همسالان خود را به نشامندی مایل سازد. سری وقت پیشگیری نشدن چنین کردارهای نامطلوب میتواند در آینده خطرهای زیادی را به بار آورد.